مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. چند روز پیش یک خبری عجیب در رسانه‌ها منتشر شد، اونم کشف یک مزرعه‌ای بود که 7000 تا دستگاه ماین بیت کوین در اون کشف شده بود. یک مزرعه بیت کوینی بود اصطلاحاً و توی یک کارخونه متروکه توی غرب تهران حوالی چیتگر که جالبه اگر پشت پرده های این کارخونه و مالکش و شیوه های واگذاریش رو برای شما بگم قطعا سرتون سود میکشه و یه سری اسناد و مدارک رو برای اولین بار در این ویدیو براتون افشا میکنیم که با دیدن شاید دود از سر هر کسی بلند بشه. اما میدونید با گرم شدن هوا در ایران شاید تو مختلفین اتفاقی که رقم خورده قطع مکرر برق بوده و جالبه که دقیقاً تو 2 روز 3 روز آخری که انتخابات بود ما هیچ قطعی برقی نداشتیم، اما قبل از اون میگفتن نیروگاه‌ها جواب نمیده، ما برق نداریم. کشوری که دارای وفور نعمت بود و برق صادر میکرد به بقیه کشورها حالا دچار کمبود برق شده. از اون طرف نکات عجیب و غریبتری هم وجود داره. در طول 20 سال گذشته، 40 سال گذشته ایران هی تلاش میکرد که نیروگاه اتمیش رو راه بندازه. هدفش هم این بودش که انرژی پاک تولید بکنه، برق تولید بکنه و یه مقداری این رخ کار تولید برقش رو ببره بالاتر، رو که خودمونیش همین میشه. این نیروگاه اتمیشه که زد باعث شد تحریم بشه. وقتی که تحریم شد دیگه نمیتونست منابع پولی و بانکیشو از کشورهای دیگه بیاره. یه سوراخ پیدا کرد، اونم از طریق بیت کوین بود. اومد پولاشو بیت کوین کرد تو کشورهای دیگه که از طریق رد و بدل‌های مالی مچشو نگیرن که بتونه پول وارد کشور بکنه. از اون طرف دستگاه ماینر رو وارد کشور کرد که بتونه اون بیت کوین ها رو درست بکنه و رد و بدل مالی بکنه. باعث شد که برق توی کشور کمیاب بشه و کلا ما قطع برق داشته باشیم. یعنی همون نیروگاه اتمی که باعث تحریم شده ما نتونستیم پولمون رو بیاریم و تبدیلش بکنیم به بیت کوین، همون بیت کوین باز عامل قطعی برق مردم شده. اونایی هم که بالا شهر زندگی میکنن و جای با کلاس، اونا که اصلا کلا قرون اسلام قطعی برق ندارن، کلا مناطق بالا پدیده به اسم قطعی برق ندارن، فقط مناطق پایینن که حالا یک کوچولو قطعی برق دارن. البته این فقط شامل تهران، شامل مناطق حساس و مدیرا میشه. بقیه شهرستانا بالا و پایین نداره، زارت میزنن بعد برقو قطع میکنن. حالا یه خبر اومده بود بیرون که آقا یه مزرعه بیت کوین رو کشف کردن که 7000 دستگاه ماین بیت کوین داخلش بوده. بریم این گزارشه رو که آقا خودشون توی صدا و سیما جای مختلف رئیس پلیس و کلا همه ریخته بودن اونجا و زارت همه رو گرفته بودن و دیده بودن ای دل غافل چقدر دستگاه بیت کوینه. ببینیم یه سری آمار عجیب و غریب از این مزرعه بیت کوینی بهتون میگم که کلا به معنای واقعی کلمه پشماتون بریزه. دیگه از این بهتر نمیتونم بگم. ببینیم. اومدیم توی یه محلی تر سمت جنوب غرب تهران. البته پلیس زودتر از ما رسیدن، 1 ساعت قبل از ما اومده داخل. کشف بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز کشور در پایتخت با 7000 ماینر در غرب تهران حوالی بزرگراه شهید لشکری. شرایط و وضعیتی که مردم واقعا با مشکل برق گرمای تابستون روبرو هستن، شما این مزرعه رو. رئیس پلیس پایتخت همچنین گفت در 48 ساعت گذشته 3000 مورد دستگاه ماینر در جاهای دیگر پایتخت کشف شده است. من اعلام کردم دوستانمون در سازمان برق اعلام بکنم، پلیس با تمام توان در خدمتشون. اون وضعیت پایه ها بوده، بنا بوده اینا وصل بشه ها، یعنی بخشی از این تو ایجال نه. از اون انتظار برخورد قاطع دارم. حتما انشالله که قطعا دستگاه قضایی طبق قانون باش برخوردش رو انجام خواهد داد. ببینید ماینرهایی که احتمالاً 100% کار کرده، 100% فعالیت کرده. بله این ویدیو رو دیدیم. حالا این مزرعه بیت کوین یه کارخونه متروکه حوالی چیتگر بوده که جالبه بدونید که دستگاه ماینر که یه دستگاه مثل کامپیوترن، توشون یه سری عملیات انجام میدن که بیت کوین تولید میکنن. الان قیمت هر یه دونه بیت کوین هم در لحظه ضبط این ویدیو هولوش $30,000. حالا بالا پایینش رو شما
ببخشید چون بین علما اختلافه، ولی همون 30,000 تا شما در نظر بگیرید. و جالبه که بسیارم برق مصرف میکنن، اصلا بهینه نیستن. برای همینه که یک سری افرادی که توی مثلا اروپا و آمریکا هستن سعی میکنن که بیان توی آسیا این دستگاه بیت کوین رو بذارن و مزرعه بیت کوین رو بزنن که پول خوبی به دست بیارن. جالبه این مزرعه بیت کوین انقدر این 7000 تا برق مصرف میکنه که گفتن که توان بلعیدن 4% از برق کل کشور رو همین یه دونه مزرعه بیت کوین همین کارخونه داشته. یعنی شما حساب بکنید که فکر کنم 10,000 تا از این مزرعه‌های بیت کوین در داخل ایران همین یه دونه 4% از برق کل ایران رو میخوره. و جالب بدونید که همین 4% خودش معادل مصرف برق 30 تا از کشورهای کوچیک و بزرگ اروپایی و امریکایی و جای مختلف. یعنی 30 تا کشور کوچیک و بزرگ تو اروپا و امریکا رو جمع بزنید، همین یک کارخونه به تنهایی برقش رو مصرف میکنه، برق مصرفی یک سالش. و جالب بدونید که دستگاه ماینرش از نوع S19 پرو بوده، یعنی یکی از جدیدترین دستگاه ها. حالا این نوع دستگاه ها رو میگم، میخوام جلوتر بهش برسیم به سری نکات دیگه. و جالب بدونید که تعرفه برق مصرفی هر کدوم از این دستگاه ماینر هولوش 1 میلیون بوده. حالا شما 1 میلیونش ضرب در 7000 دستگاه که بکنید میشه هولوش 7 میلیارد تومان مصرف برق کل، هولوش 7 میلیارد تومان مصرف برق کل کارخونه اگر اشتباه نکرده باشم. و گفتن که این 7000 تا دستگاه روزی 9 تا بیت کوین استخراج میکرده. یعنی به عبارتی روزی با قیمت الان دلار روزی 270,000 دلار درآمدش بوده، یعنی 6.5 میلیارد تومان. یعنی تقریبا نیستی تو مایه‌های بنز و BMW اینا اینشون درآمد داشت تقریبا در روز. یعنی درآمدش با اونها یکی بوده. ببینید یه کارخونه چه پولی میتونه در بیاره. که جالب بدونید که ماهی 195 میلیارد درآمدش بوده و 7 میلیارد پول برق میداده. و سوال اینجاست که اصلا این 7000 تا دستگاه ماینر چجوری وارد کشور شده از نوع جدیدش؟ مثلا مشخصه تو همین 4-5 ماه گذشته وارد کشور شده که باعث قطعی برق شده. کی واردش کرده؟ از کدوم گمرک اومده؟ چطوری اومده؟ اون هم دستگاه ماینری که تابلوان، یعنی تو همه کشورها مثل مواد مخدر میمونن، خیلی اینا مثلا بعد ریجستر بشن. بعد با این حجم برقی که مصرف میکرده و با این حجم پول برقی که میداده، آیا بهش تا الان مشکوک نشده بودن که این همه مدت فعالیت کرده بوده؟ و جالب بدونید که لاشه یه سری ماینرهای قدیمی هم تو این کارخونه پیدا شده که بیش از 15,000 دستگاه ماینر بوده. یعنی قبل از این 7000 تا قبلش هم 15,000 تا دستگاه قدیمی تر بوده. و اینجوری که بوش میاد گویا این کارخونه 3-4 سال بوده، یعنی از هولوش سالهای 96 به بعد این کارخونه داشته ماین میکرده. هیچ کسی هم جلوشو نمیگرفته. و طبیعیه دیگه، شما 195 میلیارد تومان پول در بیار، 10 تا کله گنده هم که 1 میلیارد ماهی بهشون بده. همونجا نه تنها خودشونو میدن، یه چیزای دیگه شون هم میدن. مجوز که لوچنده برق کشور بزن مصرفش چه کاریه. حالا این کارخونه مال کیه؟ تصاویری که خبرنگار صدا و سیما و سایر خبرگزاری‌ها پخش کردن ترجیحاً سعی کرده بودن که آرم کارخونه مشخص نشه. چرا؟ چون رئیس کارخونه آدم کله‌گنده‌ای بوده و اینا ازش میترسیدن و میگفتن طرف خشتک ما رو پاپیون میکنه با این همه پول، اگه لو بدیم این کارخونه مالکی واسه یه جور رو میبریم داخل و کارمون هم انجام میدیم، وجدان کاریمون هم راحتی که افشاگری کردیم. این کارخونه پارس متال بوده که اوایل دهه 1340 یعنی همون اوایل دهه 40 تأسیس شده و بیش از 50 سال کار تولید لوله و اتصالات چدنی رو بر عهده داشته. سال 1394 بیش از 50% از سهام این کارخونه از شرکت حسایار وابسته به وزارت دفاع در فرایندی مشکوک و عجیب و غریب واگذار میشه به بخش خصوصی بدون اینکه فرایند مزایده درست و قانونی انجام بشه. تنجش رو داشته باشید که اینم در نوع خودش جالبه. خریدار کی بوده؟ خریدار شرکت پدید تجارت سیوان متعلق به آقای علیرضا نیکویی، مالک روزنامه قانون
که پیش از این هم خیلی راجبش شنیده بودیم به عنوان یکی از ابربدهکاران بانکی که بیش از 10-15 تا مستند براش ساخته شد و بازداشت شد و البته یه پول عجیب و غریبی هم ازش گرفته شد. بریم یه تیکه از مستندهایی که راجع به این شخص ساخته شده بود ببینیم. مالک روزنامه خانم. 0 تا 100 آنچه که این چند ماه بر صندوق ذخیره فرهنگیان گذشت. پرونده‌ای با ابهامات و تخلفات بسیار مالی که هنوز برای معلمان و فرهنگیان تو ماها و سالهای گذشته اخبار زیادی از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک زیر مجموعش بانک سرمایه شنیدیم. خبرهایی با کلیدواژه‌های اختلاس، تخلف و بدهی کلان بانکی و اسناد و اطلاعاتی که به بیرون درز کردند. این اطلاعاتی که منتشر شده اساساً لیستی که منتشر شده لیستی که خود بانک سرمایه تهیه کرده به امضای در واقع معاونت پیگیری و وصول مطالبات هست. اما اگه یه لایه پایین‌تر بریم به شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه میرسیم که اونجا هم خبرایی هست که کمتر بهش پرداخته شده. سراغ یکی از این شرکت‌ها رفتیم. ترانزکشن‌های صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق بانک سرمایه انجام میشه و ترانزکشن‌های بانک سرمایه از این 8 شرکت اقماریش داره انجام میشه. من چیزی که خوندم 13,000 میلیارد تومان تخلف بوده. مجموع تخلفی که داخل بانک سرمایه افتاده 8,000 میلیارد تومان بوده. اومده داخل شرکت ما 80 میلیارد تومان گرفته. من اومدم میگم اصل پولو برگردون. به من میگه ادبیات نظام جمهوری اسلامی بلد نیستی. تو نمیتونی با این وضعیت ادامه بدی. راحت به من میگه تو ادبیات جمهوری اسلامی بلد نیستی. بچه‌ای، بچه سالی. یه ملکی گذاشته داخل کرج 4 طالقانی 9 تا بازداشتی داره. اقتصاد نوین 10 میلیارد تومان بازداشتی داره. 35 میلیارد تومان به شهرداری کرج بدهکاره. از بانک‌های دیگه 9 تا همین الان بخواید محاسبه کنید همون ملک منهای 10 میلیارد تومان میارزه. منهای 10 میلیارد. اگر بر فرض اینکه هیچ بدهی نداشته باشد ارزش ملکی ملک رو بخوایم بررسی کنیم ارزش ملکی ملک 30 میلیارد تومان. کارشناس رسمی دادگستری 106 میلیارد تومان این ملک رو ارزیابی کرد. روی این 80 میلیارد تومان دادن. بقیهانه هم میگه من به مدیران 4.7 میلیارد تومان تو تمام بازجویی‌هام هم گفتم 4.7 میلیارد تومان دادم که این 80 تومان رو به من دادن. تو اونو میتونی بری برای من زنده کنی؟ من یه بار به شوخی بهش گفتم 4.2 میلیارد دادی. گفت آقا درستش کن 4.7 میلیارد تومان من دادم. هیچ بیزینسی هم نداره. یه مطبوعات ما هم دیگه شما هم اصحاب رسانه‌اید 80 میلیارد تومان پول برای چیشه؟ منو به شدت تحت فشار گذاشتن که 2 تا قراردادیشون داره. یه مضاربه است، یه مشارکته. شما اون قرارداد مضاربه رو بیار به ما بده. من از روز اول مخالفت کردم. یه چک 250 میلیارد تومانی هم داره که بابت ضمانت قرارداد مضاربه بوده، اونم بیار بده. بازم مقاومت کرد. بعد که دیدن اینجوری نمیشه شروع کردن پیشنهاد کردن 2 میلیارد تومان میدیم تو گاف صندوق اون چک و قرارداد مضاربه رو برام بیار. یه ردی به ما دادن که این پولا کجاست. 46 میلیارد تومان از 80 میلیارد تومان تو حساب مدیر مالی آقای نیکویی بود به اسم آقای قدرت آبادی. اون زمان آقای سیاوشی و آقای پسندیده همکاری کردن و این حکم مسدودی حساب رو دادن. اون پول هنوزم مسدوده. ولی با این روندی که دادگاه داره پیش میره که منع تعقیب میزنه اون پول میتونه آزاد بشه. بعد خیلی ناراحت آقای نیکویی از این که من اون 46 میلیارد تومان رو مسدود کردم. بعد خدا میدونه پرونده رو بردم دادگاه، اینقدر دنبالش دویدیم، حکم جلب آدمیو که پول تو حسابش بوده صادر کردیم، میبرم آگاهی بهش میگم اینو برو اجرا کن، میگه آقا خطاب حکم جلب به من نیست. میگم بابا نوشته کلیه نیروهای نظامی و انتظامی. الان 1 ماه داخل آگاهی حکم جلب دارم، هیچکی حاضر نیست بره اجراش کنه. برای اینکه این آدم یه آدم مطبوعاتی اصلاح طلبه. واقعا میترسن ازش که برن جلو.
با سلام، شما با دفتر روزنامه قانون تماس گرفته اید. بله. سلام علیکم. سلام. وقتتون بخیر. سلامت باشین. من گودرزی هستم. یه درخواست مصاحبه ای از جناب نیکویی داشتم. حالا خواستم ببینم با خودشون میتونم ارتباط بگیرم، صحبت بکنم. خودشون که نیستن قربان. کی من میتونم تماس بگیرم با خودشون صحبت کنم؟ والله نمیدونم آقای گودرزی نیستن الان. در چه راه زمینه آقای گودرزی؟ ما یه پرونده در مورد بانک سرمایه داریم بررسی میکنیم. حالا تو بررسیامون و توی حالا اسنادی که داریم بررسی میکنیم مصاحبه از شخصیت دیگه گرفتیم، به اسم ایشون رسیدیم. یعنی بحث حالا ایشون مطرح شده تحت عنوان حالا بدهی که به بانک دارن و اینا. گفتیم که حالا ما یه طرفه به قاضی نرفته باشیم، می‌خواستیم اگر بشه یه وقتی خدمتشون برسیم با خودشون هم صحبت بکنیم، چون یه سری حرفا حالا شاید بشه گفت علیه ایشون مطرح شده. این رو اگر لطف کنین منتقل بکنین که موضوع بحث اینه. خارج از تهرانم ببینم کی میان. اگه چیز باشه ما خودمون زنگ میزنیم. اگه خواجه آقا مایل باشن به صحبت ما زنگ میزنیم. بفهمید؟ شما اسمتون؟ من صادقی هستم. جناب صادقی. پس ما منتظر خبر شما. بله. ممنونم آقای صادقی. ارادت. خدا. بله. سلام علیکم. سلام. وقتتون بخیر. جناب صادقی هستن؟ کجا رو گرفتین آقا؟ روزنامه قانون. صادقی خبرنگارن؟ نه من مدیریت الان درسته؟ بله. من هفته پیش تماس گرفتم با همین شماره به دفتر جناب نیکویی، با آقای صادقی صحبت کردم. آقای صادقی. والا آقای صادقی نداریم. من نمیدونم شما. الان دفتر آقای نیکوییه درسته؟ بله درسته. پس شما آقای صادقی ندارین یعنی اونجا؟ رفتن آقای صادقی داشتیم. آها خب شما خانم من مددی هستم. خانم مددی. پس من سری بعد از شما پیگیری بکنم دیگه. بله. آقا این بحث معوقات اخیر بانک سرمایه روزه بحث بانک سرمایه رو اما این مالک روزنامه قانون و شرکت نیکویی بدون وثیقه کافی و با رانت و لابی، دقیقا همون سیستم امضای خودمون هست، تونسته بوده که از بانک سرمایه 80 میلیارد تومان تسهیلات بگیره بدون وثیقه. وثیقه‌اش اینجا شما بگم 80 میلیارد تومان وام گرفته، وثیقه کافی هم نداده. شما تو ایران یه وام ازدواج کوچولو میخوای بگیری، میگم برو 2 تا ضامن بیار، بیل بیار، کلنگ بیار، آشنا بازی. اگر بهت بدن اگر بدن تازه بگم برو تو سهم. 80 میلیارد گرفته رفته دستگاه ماینر خریده. بله دیگه 80 میلیارد تومان وام گرفته دستگاه ماینر رو خریده. الان ما 195 میلیارد تومان پول زده به جیب. و جالبه که کارگرای همین کارخونه هر روز اعتراض میکنن که پولشون پرداخت نمیشه. ببین آخه این همه پول در میاره حقوق کارگرا رو بده که دم در وای میستادن هر روز اعتراض میکردن. آخه تا چه حد آدم میتونه حریص باشه؟ با 5 میلیارد تومان حقوق 2 سال این کارگرا رو میتونستی بدی، اما ندادی. و بعدش هم اینطوری دستگیر شدید و بعدش هم با رانت و لابی و با اون پولایی که به دست آوردید ماسمالی میکنید، قضیه رو جمع میکنید. این تازه یکی از اون مزرعه‌های بیت کوینه و یکی از اون کارخونه‌است. خدا میدونه چند تا از این مزرعه‌های بیت کوین توی کشور و معلومه نیست مال کدومی که از اون آدم‌های کله گنده اون بالا مالاه که کسی جرئت نمیکنه اسمشون رو بیاره یا گندش بالا نمیاد که اصلا کجا هست. کسی هم نمیگه. اینم شده داستان این نفر. بعد حالا زار تا زورت برق و قطع میکنن، طرف مریض داره تو خونش، طرف شیمیایی جنگ رفته تو همون کشور و دستگاه اکسیژنش برق نداره و با تنفس کردن اصطلاحاً با دستگاه برقی دیگه مشکل براش ایجاد میشه. حداقل دلتون واسه اون جانبازا و اون افرادی که رفتن واسه اون مملکت جنگیدن به سوز لام از سوا. مردم عادی که دیگه چی بگم بهتون. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.